ساعت 5 بعد از ظهر روز 19 ماه نهم، جنگل درختان افرا بیرون شهر لویانگ. ین شیسن، درست سر وقت اومدی. نامه منو که دریافت کردین. نوشته بودم ساعت 5 بعد از ظهر روز 19 ماه نهم همگی شما با شمشیراتون اینجا حاضر باشین. فکر میکنی شمشیر قتل تو در دنیا هیچ رقیبی نداره؟ منم میخوام همینه بدونم. 6 نفر اومدیم، کی اول مبارزه کنه؟ میتونیم قرعه کشی کنیم. نمیخواد. دست جمعی مبارزه کنین، چون میخوام همتون رو در عرض 13 ثانیه بکشم. 1 2 3 4 5 7 8 سه ثانیه دیگه مونده. 11 12 13 شما که پشت درخت قایم شدین، بیاین بیرون. شمشیر بی‌نظیر کشنده ین شیسن واقعا سزاوار اسمشه. برادران یومیان، با شما قرار گذاشته بودم؟ نه. پس چرا با خودتون شمشیر آوردین؟ چون میخوایم بکشیمت. ولی نه امروز ین شیسن. برای چی امروز نه؟ برای اینکه تو باید یه نفر دیگرم بکشی. خانم مارانگ اهل جنگنن، درسته؟ تا حالا اسم دهکده شمشیر افسانه‌ای رو شنیدی؟ بله، البته که شنیدم. اسم استاد برتر دهکده شمشیر افسانه‌ای رو چی؟ اسم اونم شنیدم. همه میگن شمشیر استاد برتر دهکده شمشیر افسانه‌ای در چین بی‌رقیبه. ولی به نظر من شمشیر ین شیسن در چین بی‌رقیبه. کشتن اون 6 نفر در 13 ثانیه برای اثبات همین مسئله بود؟ اونا باور نداشتن در دوئل با من شکست میخورن. برای همین ازشون دعوت کردم بیان مبارزه کنیم. حالا من باور نمی کنم که تو بتونی استاد برتر رو بکشی. مردم به خود اون لقب شمشیر افسانه‌ای رو دادن، چون هر سال بیش از 100 نفر با ضربات شمشیرش کشته میشن. از شما هم کسی رو کشته؟ 46 نفر. به خاطر همین میخوای من اونو بکشم تا انتقام شما رو بگیرم. درسته. میتونی نری سراغش، ولی دیگه بهترین شمشیر زن چین محسوب نمیشی. میدونی چرا؟ چون مطمئنی که استاد برتر حتما تو رو شکست میده. دهکده شمشیر افسانه‌ای کنار دریاچه سبز واقع شده. اینجا دریاچه سبز؟ بله آقا. میدونی دهکده شمشیر افسانه‌ای کجا؟ درست روبروی اینجاست. اگه کسی بخواد به دهکده شمشیر افسانه‌ای بره، شما همراهیش میکنی؟ بله، ولی فقط میبرمش. برای چی؟ چون هر کی رفته اونجا دیگه هرگز بر نگشته.
بعضی وقتا در چین مردم بی اختیار کارهایی رو انجام میدن، مثل آدم کشی. این واقعا مایه تاسفه. بله؟ شما کی هستین؟ شیه وانگسون. فکر میکنم شما همون شمشیرزن معروف هستین که همه از شنیدن اسمش وحشت میکنن، درسته؟ بله، ولی این مال 20 سال پیشه. حالا دیگه من فقط یکی از مسئولان دهکده شمشیر افسانه ایم. شنیدم داری دنبال استاد برتر میگردی. چرا؟ میخوام وضع خودم رو روشن کنم. آوازش رو زیاد شنیدم. میخوام بدونم بهترین شمشیرزن کیه. از خیلی وقت پیش شنیده بودم که ینشیسن شمشیرزن مرگاور زمانه. ولی میگن استاد برتر شمشیر افسانه ای است حاضره. و تو به خاطر همین اومدی اینجا؟ میخوای اونو بکشی؟ شاید قلباً اینو نخوام، ولی به نظر میاد چاره دیگه ای ندارم، چون فقط اینطوری میشه ثابت کرد که من بهترین شمشیرزن چین هستم. در ضمن میتونم ثابت کنم که واقعاً اون شمشیر افسانه ای است حاضر یا نه. پس نمیخوای با عوام فریبی شهرت کسب کنی، ترجیح میدی عملاً ثابت کنی که بی رقیبین. آفرین، آفرین. بفرمایید. متاسفانه استاد برتر ما 15 روز پیش مرد. هی زود باش للی. للی هی اون آشغاله رو ببر تو کوچه پشتی. هی بجام دیگه.明天可要来啊！来，明天可一定要来呀！男人真是的，又要嫖妓，又怕老婆，宁愿走后门。هی از دست این لالی باز غذای مفتی دادی به غریبه ها. بزنم تو سره تو آدم نمیشی میکشمه.你们瞧，哎，这个小伙子长得挺不错的嘛，是不是新来的？告诉这些母狗，你叫什么？我叫阿吉。这小子虽然不太说话，却有个好处，他不多嘴。如果要是晚上我房里没客人呢，你可以偷偷的溜进来，我免费呀。哟，怎么着？你不敢呐？你连这个胆子都没有啊！哎呀，别啰嗦了，我们就在这干了他！来呀！你别这样！快来看，这怎么俩人？丹凤姐，快点！丹凤姐，你们不要这样，人家是新来的，你们不要捉弄人家嘛。你呀，真是没用的阿吉！是啊，算了，我们走吧。不要理他，我们走了。这个小子真没用。往后呢，咱们干脆就叫他没用的阿吉。对，哎，你也是的，怎么连他的裤子也不知道啊？他那个带子绑得好紧，是吧？哎呦，没用的他呀，他是没用啊。谢谢你。
你的菜也不多，你自个儿吃吧。没用的阿吉呀，打水了。阿吉呀，你真是没用哦。آید به من بیای زود باش. آقا ببخشید مزاحم خدمتکارا نشین، لطفا ولش کنین. تا کی هستی؟ میخوای ولش کنم؟ باشه، ولی عوضش 2 ضربه چاقو به دستتون میزنم. نه این کارو نکن. خیلی خوب، حالا دیگه میتونی بری. بره. خیلی خوب دیگه عجله کن، زودتر آب گرم براش ببر. زود باش. ببینیم چی شده. بیا آب گرم آوردم که زخمشو بشوریم. خیلی خوب دیگه، زود برگردین سر کارتون. بذارین آقای آجی استراحت کنه. زود باشین دیگه، برین سر کارتون. زود باشین. آره ازت ممنونم آجی. وظیفه‌م بود. ولی یه سوال دارم، تو چرا اینجا کار میکنی؟ برای پولش. دنبال کی میگردین؟ شنیدم 2 روز پیش تو این مهمانخانه یه نفر چند تا چاقو خورد ولی هیچ چیش نشده. دارم دنبال اون میگردم. اون عجیبی ارزه رو میگی؟ دیشب از اینجا رفت. پولی هم که من بهش داده بودم بخشیده به اون کارگر لالمون. میدونین کجا رفته؟ کجا بدونم؟ هی رفیق، حالت خوبه؟ نکنه گرسنه‌ای؟ بیا بگیر این نونا رو بخور. بخور. انگار خیلی گرسنه‌ای. سریزه هیچی نخوردم. هی میاوجی، پول آوردی یا نه؟ بله آوردم. اینجا بیا. بفرما. شما چی؟ بله حاصله. اون برادرزاده ارباب خوتنگ. اونایی هم که همراهشن محافظن. چون ما اینجا پول در میاریم باید به اونا باج بدیم. راستی اسم تو چیه؟ آجی بیارزه. خونت کجاست؟ خونه ندارم. پس امشب کجا میخوابی؟ نمیدونم. فردا چی میخوری؟ اونم نمیدونم. باشا بیا. ارباب، این برادر کوچیک منه، یه کمکی بکن بهش، یه کاری بده. باشه. ممنونم. برو.
معلوم نیست باهاش چی کار کرده. گوشتش کنده شده. آجی بهتره فردا نری سر کار، چند روز بمون خونه استراحت کن ها. نمیشه. اگه کار نکنم از کجا بیارم بخورم؟ این حرفا چیه که میزنی؟ تا وقتی تو خونه ما یک کاسه آش پیدا میشه نصفش مال توه. میام؟ بله. فردا چند کیسه اضافه بار بکش تا بتونی گوشت بخری. میخوام برای آجی سوپ درست کنم. چشم مادر. خب دیگه زودتر بگیریم بخوابیم، فردا خیلی کار داریم. اتاق مادرت خیلی قشنگه. نه اینجا همه چیزای خوب مال ملکه خانوادمونه. ملکه؟ منظورت بزرگ خانواده میاوه؟ نه ملکه خواهر کوچیک منه. مادرم خیلی دوستش داره، برای همین صداش میکنیم ملکه. اون برای خانواده ثروتمند کار میکنه، درآمدش از منم بیشتره، فقط کم میاد خونه، یعنی مواقعی که بهش مرخصی میدن. هی خواهرم دختر خیلی مهربونیه. اگه ببینه تو اینجایی مطمئن باش اصلا ناراحت نمیشه. خب شب بخیر. هی راستی اگه نصف شب تشنت شد خواستی چایی بخوری لازم نیست صدام کنی، بی تعارف برو بخور. شیالی شیالی از کجا فهمیدی من اینجام؟ من دنبال تو نیومدم، اینجا خونه منه. ملکه؟ حتما اونا بهت گفتن من برای یه خانواده اشرافی کار میکنم و پول خوبی در میارم. مادرت نمیدونه که تو اون مهمون خونه کار میکنی؟ چرا میدونه، ولی چون دوستم داره نمیخواد دیگران بدونن خدمتکارم، اونم توی مهمون خونه. با تعریفی که شنیده بودی از دیدنم ناامید شدی؟ خیلی وقت فهمیدم آدما بعد از تولدشون معلوم نیست خوشبخت میشن یا نه. تو هم سختی کشیدی؟ برای چی؟ پول یا شهرت؟ میشه گفت به خاطر شهرت. انسان موجود عجیبیه. به خاطر رسیدن به آرزوهاش کارایی میکنه که قلباً مایل به انجام اون کار نیست. خودشو دیگران فریب میده. در حقیقت از این فریبکاریش لذت هم میبره، در حالی که هیچ فرقی بین پادشاه و گدا نیست. خود تو هم ملکی هم خدمتکار. به نظر تو هر دوش یکیه؟ آره، هر دوشون یه دختر مهربونن. راه برین، راه باز کنید، برید کنار. برین راه باز کنید. بچنبین. کنار برو کنار. میگم برو کنار. که اونا به ینگ باج ندادن، برای همین دستگیرشون کردن. آره برین کنار. کنار. هی میاوجی، شنیدم امروز بیشتر کاسب بودی، پس پول ما کو؟ لازمش دارم.
میخوام با این پول برای دوستم گوشت بخرم. نمیتونم بدم به تو. چطور جرأت میکنی؟ بزنیدش. رد کن بیاد. زود باش. جون بکن. اون نمیدیره؟ بگیر. داداش برای چی تو اینطوری زخمی شدی؟ سر خوردم. از اسکله افتادم پایین. پسرم بیشتر مواظب خودت باش. بس دیگه یکم استراحت کن. ما بریم غذا درست کنیم. فکر کنم مادرت فهمید که تو زمین نخوردی. ولی ازم چیزی نپرسید. میدونه که ما بارکشا همیشه کتک میخوریم. تو کار ما این عادیه. میپرسیدم فایده ای نداشت. نگفتی چی تو رو زده؟ کار آدمای خوتنگ بود. از چی شد؟ چرا این غذای منو نیوردی؟ صبر داشته باش داداش، فعلا که رو میز پره. میدونم میخواد حسابی جشن بگیره. گل گفتی. آره میخواد جشن بگیری. کار شما 3 تا برادر عالی بود، چون تونستین همه اونایی که حاضر نبودن به من پول بدن اسیر کنین. خب چرا معطلین؟小丽呢？她已经回家不干了。混账！我要的女孩子怎么可以不来？杨武，你就把她给捉了来。慢。姐姐，你跟他们去。شما اینجا چیکار دارید؟ لازم نیست تو بترسی میاو. نیومدیم تو رو بزنیم. این دفعه اومدیم دنبال یه فراری از کار. منظورتون کیه؟ اومدیم دنبال خواهرت. ببرینش. با اون چیکار داری؟ چی کار داریم ها؟ اون خدمتکار مهمان خونه است. باید برگرده سر کارش. نمیذارم. هی! نزنینش! 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 کنارش کنین! مادر! چی گفتی؟ دنبال یه نفر میگردی؟ درسته. شنیدم اخیراً یه نفر اومده این طرفا که چند ضربه چاقو خورده، ولی طوریش نشده. من دنبال اون میگردم. منظورتون عجیبی ارزه است. برای چی دنبالش میگردی؟ ارباب به دادمون برسه. ارباب همه زخمی شدیم. ارباب برادران تیو بدن زد شما به دست عجیبی ارزه زخمی شده. چی؟ آجی اونا رو زخمی کرده؟ بیا بیرون! بپاش! بیا بیرون! تو همون اشخال بیارسه یعنی عجی هستی؟ شمشیرت کجاست؟ شمشیر ندارم. پس زودتر میمیری. نه تو کی هستی؟ همون آجی بیارزه. ولی روش مبارزت شبیه یه نفر دیگه است. ساکت باش.
داری زیادی حرف میزنی. برای مردن آماده شو. تو کی هستی؟ من یه نفرم که دارم همه جای چین دنبال تو میگردم. را بیفت بریم. چرا باید باد بیام؟ اگه بخوای بدونی من کی هستم باید با من بیای. بفرمایین. خواهر بزرگ، مهمون داریم. خانم مورانگ؟ درسته؟ همون کسی که 46 بار سعی کرد تو رو بکشه. پس با امروز میشه 47مین بار. وقتی 46 بار موفق به کشتنت نشدم، چرا باید برای بار 47م اقدام بکنم؟ من تمام چین تو این مدت دنبال تو گشتم. میخواستم باهات یه معامله بکنم. بگو از من چی میخوای؟ راستش همه معتقدن که من شریرترین زن انجمن وشوی چین هستم. نظر تو چی؟ شریر باشی یا نباشی بگو از من چی میخوای؟ میخوام نصف انجمن وشوی چین رو به تو تقدیم کنم. معامله خیلی خوبیه. خانواده مورونگ اهل جیانگنن هم قدرت دارن هم پول. خیلی وقت فکری به سرم زده. میخوام به انجمن وشو مسلط بشم، ولی تو رو کم دارم. 所以我希望我们两个能连接在一起。到了那个时候，天下间的名利都会尽在我们的手里。 اتفاقا چون دنبال شهرت نیستم دارم به طور مخفی و با اسم مستعار زندگی میکنم. از لطف شما ممنون ولی من نمیپذیرم. اما الان هممون فهمیدیم که تو دیگه مخفی زندگی نمی کنی. منظورت چیه؟ معلومه. اگه تو دوست خانواده مورونگ نباشی دشمن خانواده مورونگ هستی. 呀，我还以为你很正经，原来你这么坏呀！ 大小姐，以后你要杀我，最好多穿点衣服，因为你脱光了衣服很难看。来人呐！来人呐！来人呐！大小姐，什么事？马上找人去杀了他！ اون گدا و فروشنده شابر تو صدا کن بیان. به من فقیر کمک کنی. خیلی خوب. خوبه همینجا منتظر باشی. باشه چشم. چی کارمون داره؟ من شابلوتو بریون شده میفروشم. کیلوی 50 سکه قیمتش. ارزونه. چقدر میخوای بخری؟ 50 کیلو. ولی من 2 کیلو بیشتر ندارم. با وزن خودت 50 کیلو میشه مگه نه؟ چی کار میکنی؟ تو از جون یه زن شابلوت فروشی ولی تو یه زن نیستی. در ضمن تو فروشنده شابلوت هم نیستی. اینجا مردم دارن از گرسنگی میمیرن. اون وقت کی پول داره شابلوت بخره؟
تازه از لحنتون وقتی داد میزدین فهمیدم که باید از شمشیر زنان انجمن وشکو باشین. کجا؟ بذار کمکش کنم. کی شما رو فرستاده؟ زود باش بگو. خانم مورنگ گفته که بیاییم اینجا تو رو بکشیم. دیگه کی؟ بستگان مورنگ برادران یومیان. چی میل داریم براتون بیارم؟ ما دنبال آدرس یه نفر میگردیم. شنیدیم میاوی باربر اینجا کار میکنه. میدونی نشونش کجاست؟ خیلی عجیبه. چرا امروز همه دارن دنبال میاو میگردن؟ دیگه کی هستن؟ اینجا کی آقای یانگو میشناسه؟ ها؟ برای چی دنبال آقای یانگو میگردین؟ جنس داریم میخوایم بهش بفروشیم. جنستون چیه؟ خب زندگی 4 نفر. به چه قیمتی میفروشین؟ 100,000 سکه. فکر نمی کنم چیزی داشته باشین که ارزش 100,000 سکه رو داشته باشه. ما شرط شمشیر داریم. عجب شمشیرهای تیزی. شنیدیم که آقای یانگو برای کشتن آجی بیورزه استخدام میکنه. اگه ما آجی رو بکشیم ناراحت میشین؟ فکر نمی کنم. بهتر همه توجه کنند. تو معامله بین ما 8 نفر عضو گروه خیشا با آقای یانگو هیچ کس نمیتونه دخالت کنه. نجاتم بدی! نجاتم بدی! تماشا کنیم. بیا اینجا بیا. بلم کن! کافیه. دو برادر میخواین هم دیگر رو بکشین؟ برادر تو بیا اینجا. کجا؟ کجا؟ برادر لال من، دیروز ما با ارباب یانگو دعوامون شد. به خاطر همین چند روزی ناشریم اینجا مخفی بشیم. اجازه میدی؟ آجی من سر در نمیارم. تو که اینقدر کنگ فوت خوبه چرا از ارباب یانگو میترسی؟ بفرمایین براتون چای خیلی متشکرم. ممنونم زنده داشت. لطفاً بشینید. چشم. ارباب یانگو بازم چند تا کنگ کار قوی استخدام کرده. اونا امروز توی خیابون چند نفر رو زخمی کردن. شنیدم اونا دنبال شما تا انتقام برادران تیخونو ازتون بگیرن. هی انگار اوضاع خیلی خرابه. ما با نیت خیر خواستیم شما اینجا بمونین به شرط اینکه برامون دردسر درست نکنین. فراموش کنید. اگه کسی بخواد یه آدم معمولی باشه راحتش نمیذارن. خب بشینین. بفرمایید بشینین. خواهش میکنم. شنیدم شما به محض اینکه وارد این شهر شدید از همه زهر چشم خوبی گرفتین. مطمئنم تو این شهر کسی نیست که اعضای گروه خیشا رو نشناسه. مگه شما نگفتین که 8 نفرین؟ پس اون یکیتون کجاست؟ اون یه نفر باشه یا نباشه فرقی نمیکنه. 7 نفری هم میتونیم هر کاری رو بکنیم. هی اونهاش خانم خواه سب کن ببینم تا کجا میتونی فرار کنی؟
برادرمو کشتی. رفیق، هر کی که هستی، پس چرا مخفی شدی و خودتو نشون نمیدی؟ خوشبختانه یا متاسفانه ما رفیق شما نیستیم. ما اومدیم جون شما رو بگیریم، پس نمیتونیم با هم رفیق باشیم. اونا برادران یومیان از خانواده مورونگ هستن. حتما شما هم مثل مورونگ جوان هستین که استاد اول مستقیما بهش تعلیم داده. همینطوره. اون دیگه کیه؟ بذاریم بره. اون با ما هیچ ارتباطی نداره. فقط صداش کردیم بیاد اینجا که با شما یه شوخی بکنیم. عجب شوخی جالبی. شما با کانگفوی اینا میخواستین آجیو بکشین؟ چی گفتین؟ شما هم دارین دنبال آجی میگردین؟ بله. ما رفتیم خونه میا ولی پیداش نکردیم. اون اونجا نبود. من اینجا. پس گروه خیشا که میخواستن منو بکشن همگی کشته شدن. راستش شنیده بودم از زیر برق شمشیر برادران یومین تا حالا هیچ کس جون سالم در نبرده. حتی نتونسته فرار کنه. چرا دنبال من میگردین؟ از من کینه‌ای به دل دارین؟ از خودتو؟ اصلا ما از شهرت و شمشیر تو کینه به دل داریم. شمشیرت کو؟ این شمشیر توه؟ خودم تغییر کردم، شمشیرم هم تغییر کرده. خوبه. تو این مبارزه هر کی ببازه یا ببره ماجرا باید به صورت یک راز محفوظ بمونه. تو نمیتونی ببری. ما دوتا برادرم ممکن نیست به کسی بگیم که تو شکست خوردی. یعنی اینقدر به قدرت خودتون معتقدین؟ تردیدی نداریم. من همیشه گفتم که ما به غیر از ینشیسن و استاد برتر هیچ رقیب دیگه ای نداریم. شیالی برادر میو
شیالی برادر میو. برادر میو. زن دادش. برگشتی؟ آره. اونا کجان؟ اونا رفتن بازار خرید کنن. راستی رفتی ارباب یانگو رو دیدی؟ چی شد؟ ارباب یانگو تمام خانواده‌اش مردن. دیگه باید اینجا رو ترک کنی. بیا یه چایی بخور خستگی در بره. بیا. ممنون. شما کی هستین؟ ما همونایی هستیم که حتی ارواحو به دام میندازیم. امشبم فقط اومدیم اینجا که جنازه تو رو ببریم. چی؟ آخه اون چایی که خوردی زهرآلود بود. اونا میخواستن شوهرمو بکشن. ناچار شدم این کارو بکنم. تو شوهر بی‌وجدانی هستی. میخوای چیکار بکنی؟ من این کارو فقط به خاطر تو کردم. تو خیلی بی‌وجدانی. میخوای چیکار بکنی؟ موضوع چیه؟ چرا همه این شهر دنبال من هستین؟ چرا منو ول نمی‌کنی؟ چون هر کسی بتونه تو رو بکشه در سراسر چین مشهور میشه. حمله کنید. آجی حالت خوبه؟ سرم گیج میره. بدنم داره به تدریج بی‌حس میشه. ببینم مگه ما این نزدیکی ها حکیم ماهر نداریم؟ کمک کن آجی رو ببریم پیشش. شما هم اینجا منتظر باش. چی شده خانم؟ حکیم باشی اون مسموم شده. تمام بدنش بی‌حس شده. چشمتو باز کن. زبونتو ببینم. نوعی سم قوی تخریب استخوانه. چاقوی منو دارو رو بیار. از سینه تو بزن بالا. من توی استخوانت پادزهر گذاشتم. اینطوری تاثیرش سریع‌تره. خوب شد. ظرف چند لحظه باید حالت بهتر بشه. مثل اینکه واقعا حالم بهتر شد. معلومه. چون تأثیر داروی بی‌حسی از بین رفته. چی گفتی؟ داروی بی‌حسی؟ آره. داروی بی‌حسی که زهری نداشت. اینم 200 سکه طلای شما. همونقدر که بهتون قول داده بودم. هیچ معلومه اینجا چه خبره؟ تمام قصه از این قراره. دولنگجون میخواست تو رو بکشه. پس زن بهترین دوستتو خرید. اونم توی چاییت داروی بی‌حسی ریخت. بعدم به عنوان نجات تو آوردنت اینجا. در نتیجه تو با پای خودت به استقبال مرگ اومدی. چرا به استقبال مرگ؟ چون زهر واقعی رو من چند لحظه پیش وارد استخوانت کردم.
الان اون زهر کشنده وارد مغز استخوانت شده. حد اکثر تا 3 روز دیگه زنده میمونی. تو کی هستی؟ دولان جون، اهل یوفونگ. برای کشتن شمشیرزن برتر چین نمیشد به یه زن که وارد به کار نیست اعتماد کرد. خواستم تو رو بیاره اینجا تا کارو تموم کنم. داداش لاله من، داداش لالی، داداش لالی، داداش لالی، این چه کاری بود که تو کردی؟ داداش لالی، با اینکه نمیتونی صحبت کنی ولی حرفای دلتو از نگاهت میفهمم. داداش لالی، داداش لاله من. از فردا اسم دولان جون در تمام سرزمین چین پخش میشه، چون استاد برتر به دست من کشته شده. متاسفانه مرتکب بزرگترین اشتباه عمرت شدی، یا بهتر بگم این آخرین اشتباه زندگیت بود. چه اشتباهی؟ باید منو سریع میکشتی، نه اینکه 3 روز وقت داشته باشم. به نظر میرسه باید خودم دست به کار بشم. آجی خدای شکرت، بالاخره تو برگشتی. داداش لالی و زنش پس کجا؟ مردن. برای چی؟ به خاطر من. واقعا عجیبه. اول زنشو کشت به خاطر من، بعدم شمشیر تو قلب خودش فرو کرد. آجی تو بالاخره کی هستی؟ حالا بهت میگم، دیگه اشکالی نداره که بدونی. استاد برتر از دهکده شمشیر افسانه ای منم. استاد برتر؟ هر سال و هر ماه فقط به خاطر اسم استاد برتر با صدها شمشیر زن قوی مبارزه میکردم، برای اینکه کسی دیگه ای نتونه مشهور بشه. همشون با شمشیر من کشته میشدن، تا اینکه از این وضعیت بعدم اومد. اون وقت وانمود کردم که مردم، بعد دهکده شمشیر افسانه ای رو ترک کردم. آواره این شهر و اون شهر شدم، ولی اصلا فکرشم نمی کردم کسی که مشهور شده دیگه نمیتونه مثل آدمای معمولی زندگی عادی داشته باشه. در نتیجه حالا فقط به خاطر شهرتم در آستانه مرگ قرار دارم. معلومه چی میگی؟ تو خونه ای که منو بردن زهرآلود شدم. از حالا 3 روز بیشتر زنده نمیمونم. واقعا عجیبه، تا وقتی آدم داره زندگی میکنه فکر میکنه هیچی با ارزش نیست، ولی وقتی میدونی که داری میمیری آرزوها جلوه پیدا میکنن. منظورتو میفهمم.
برادرم باید روی تپه پشتی اون جنازه ها رو دفن کنه. بعدش منو ازش خواستگاری کن.小丽，小丽，我知道我爱你。我临死之前回到这里，也无非想看看你。不过，我没有必要跟你睡觉，因为我不想3天你就做寡妇。不过我答应你，如果有一天我能够回来，我一定一辈子跟你长相厮守，生儿育女，做一对平凡的人。回来？什么时候回来？ شنیدم اطراف رودخونه موچو یکی از نسل خواتو میتونه این زهر رو خنثی کنه. 7 روز منتظرم باش. اگه زنده بمونم حتما برمیگردم، وگرنه میگم جنازه‌مو. اینو نگو. میخوام تو زنده برگردی. من هر شب فانوس دم در رو روشن میذارم. من هر روز کنار رودخونه منتظرت میشینم. من همیشه منتظرت میمونم تا تو زنده برگردی. اگه احتمالا نتونستم برگردم چی؟ بازم منتظرت میمونم. چشم به راهت میمونم تا بمیرم و تو عالم اموات ببینم. 小丽，آقا بفرمایین بشینین. میشه بگین رودخونه موچو کجاست؟ همین نزدیکیاست؟ یکم بری پایین تر میرسی به رودخونه موچو. آقا شما چی میل داری؟ هرچی داری. باشه الان ترتیبشو میدم. کنفوسیوس میگه وقتی که تائو در قلمروش مورد قبول واقع شد، فعالیتش هم توسط امپراتوری پذیرفته شد و وقتی تائو در قلمروش مورد تکذیب قرار گرفت، فعالیتش توسط اشراف مورد پذیرش واقع نشد. بفرمایین غذاتون. ممنون. من میخوام قبل از غذا حساب کنم. آقا این 10 تا سکه نقره است. خب اگه زیاده فردا به جای من یه تابوت چوبی بخر. در ضمن میخوام به حساب من از همه مهمونای اینجا پذیرایی کنی. چرا میخوای همه ما رو دعوت کنی آقا؟ چون دیگه پول برام فایده ای نداره. چطور ممکنه پول بی فایده باشه؟ کسی که بخواد بمیره پول به چه دردش میخوره؟ اگه شما هم مثل من میدونستین که فقط 3 روز زنده این، مطمئنم که اون وقت یه همچین کارهای غیر عادی میکردین. آره، آدمی که میخواد بمیره معلومه خیلی مهربان میشه. برادر شما فرد تحصیل کرده ای هستین؟ اون استاد ده ماست. بیشتر از 10 سال کتاب‌های زیادی از کنفوسیوس و منفوسیوس خونده. همه ما اونو تحسین میکنیم. آدمی مثل تو اگه بدون فردا میمیره امروز چه کارایی میکنه؟ خب برای کفن و دفنم برنامه ریزی میکنم. بعدم در کمال آرامش آماده میشم بمیرم. میخوام راستشو بگی. بگو. باش میگم. اگه قرار باشه فردا بمیرم میرم سراغ دختری که دوست دارم، صداش میکنم و بهش میگم مدت هاست دوست دارم، ولی راز دلمو هیچ وقت با در میون نذاشتم. استاد مگه تو؟ راست میگم تمام فکر و ذکر و زندگی من فقط اونه. من اونو دوست دارم اما هرگز نتونستم عشقمو بهش ابراز کنم. من تو رو دوست دارم ولی تو هیچ وقت اینو نفهمیدی. خانم منظور شما هستین؟ اون دختر منه. تازه رفته بود به خونه بعد که شوهرش مرد. از اون زمان 10 سال میگذره. ببین اون قبر شوهرشه. بعدش با هیچ کس ازدواج نکرد. خانم اگه بدونی که فردا میمیری امروز
چی کار میکنی؟ مرگ سراغ همه نه. میاد. من دلم نمیخواد فردا بمیرم، به خصوص حالا که استاد اعتراف کرده دوستم داره. یوجن. پدر این حقیقته، اون اعتراف کرد. من اصلا خبر نداشتم که اون دوستم ولی داره. اون دروغ میگه. نه پدر، منم آرزو دارم، میخوام مادر بشم. پدر راست میگه. هر کس تا وقتی زنده است آرزوهایی داره که میخواد عملی بکنه ولی جرأتشو نداره. کمکم کنید، نجاتم بدید. جلوتر بگیر، من میترسم. چی کار میکنیم؟ ما چی کار میکنیم؟ من اونو دوست دارم ولی اون منو دوست نداره. تو کی هستی؟ من استاد برتر دهکده شمشیر افسانه‌ای هستم. تو استاد برتری، تو دیوانه ای. استاد برتر. خب میخوام اینو بکشین. جواب کنین. چون چند لحظه پیش اون هممونو نمکگیر کرد، حالا هر کی بخواد اونو بکشه باید از من اجازه بگیره. حمله کنه. هی آقا، اسم شما چیه؟ اگه قرار باشه منم مثل تو اسممو لو بدم نمیتونم زیاد عمر کنم. از دعوتت ممنون. اگه سال دیگه فرصتی پیش بیاد منم دعوتت میکنم. سال دیگه اصلا نمیدونم کجا هستم. از مبارزه قبلی 4 نفر نوردن، 3 نفرم رو پشت بام. همیشه من همه رو نجات میدادم. فکرشم نمیکردم یه روز یه نفر منو نجات بده. به خاطر اینکه زهر استخوانی دولنجون تو تنت نفوذ کرده، به خاطر همین سرت گیج میره. تو از کجا میدونستی؟ نمیدونستم. از صورتت به این مسئله پی بردم. کنار رود مچو یه نفر هست که ممکنه نجاتت بده، ولی متاسفانه بعد از نجاتت با ضربه شمشیر تو کشته میشه. تو کی هستی؟ وقتی یه شمشیر زن بودم مردم به هم میگفتن فخونگشوه. قهرمان فو؟ ولی الان بچه دارم، شمشیر بر نمیدارم. فقط یه هیزم شکن بینام تو کوه خوانگ هستم. تو چین آدم موفق اونیه که گمنام باشه. حسنش در اینه که میتونه زنده بمونه، نه مثل تو. این قایق مال شماست؟ میخوای کجا بریم؟ شنیدم
تو حوضچه بالای این رودخونه یه نفر از نسل خواتو هست. من دنبال اون میگردم. اون خیلی وقته که مرده. تا میخوای تمام شب اونجا بشینی؟ شاید تا آخر عمرم بشینم. خیلی خوبه. برای چی؟ اونایی که بتونن یه عمر روی قایق بشینن زیاد نیستن. میخوای کم از این بخوری؟ این چاییه یا دارو؟ چاییه. دوام هست. تمام این کاسه رو سر بکش. شما نمیخورین؟ نه نمیخورم. چرا؟ کسی که چای رو درست میکنه نباید ازش بخوره. خیلی از کارهای این دنیا اینجوریه. تو جوونی، خیلی چیزا رو نمیدونی. نترسیدی سمی باشه؟ شاید تعجب کنی اگه هیچ چیزی رو باهات در میان بذارم. عمر من به همین زودی تمام میشه. چیزی که گفتم عین واقعیته. از قیافت معلومه، چون من هم مرده دیدم هم آدم در حال مرگ. ولی حالا که با من آشنا شدی دیگه به این زودیا نمیمیری. چرا؟ چون تو چای منو خوردی. چه ربطی داره؟ قضیه خیلی ساده است. هیچ میدونی چایی که خوردی چی بود؟ اون چایی نیروی ووما بود. این چایی نسخه سری خواتها بود. بعد از اینکه خواتها از دنیا رفت این نسخه گم شد، تا اینکه یه نفر با عزم راسخ در صدد برآمد تا رمز این نسخه سری رو کشف کنه. برای همین 17 سال وقت گذاشت. تمام علفهای دارویی را امتحان کرد. حتی به خاطر این کار زن و دخترش هم فدا کرد تا داروش روی اونا امتحان کنه. موفق شد؟ بله اون موفق شد. ولی زنش دیوونه شد، دخترش هم کور. اون مرد بهای سنگینی رو پرداخت. اون مرد تو هستی؟ نه من اون مرد نیستم. فقط قبل از اینکه خودشو بندازه تو رودخونه رازشو به من گفت. اون همون کسی بود که تو دنبالش میگشتی. پس چرا اونو دادی من خوردم؟ من بهت نگفتم من هم مرده دیدم هم آدم در حال مرگ. به محض اینکه دیدمت فهمیدم مسموم شدی. به خاطر همین اون چایی رو بهت دادم. الان باید 4 ستون بدنت به خواب بره. بعدش اگه با چاقو هم بهت ضربه بزنن هیچ دردی رو احساس نمی کنی. تمام تنم واقعا داره بی‌حس میشه. این خیلی خوبه. عجب سم خطرناکیه. درد میکنه؟你的毒都在骨里面。مثل اینکه سرم هم داره بی‌حس میشه. بخواب، وقتی بیدار بشی خوب شد. پس من میخوابم. بیدار شدی؟ آره، هوا کاملا تاریک شده. 3 شبانه روز گذشته. چی؟
تو درست 3 شبانه روز خواب بودی. راستی اسم شریف شما چیه؟ خیلی از آدما تو این دنیا اسم ندارن. منم یکی از اون بینام ها هستم. پس چرا منو نجات دادی؟ این قسمت تو بوده. نه تو منو میشناسی، نه من تو رو. من اون روز تازه دارو رو ساخته بودم که تو همزمان از راه رسیدی. منم به یه نفر نیاز داشتم که دارو رو روش امتحان کنم. خیلی ساده است. به خاطر همین بود که نجات پیدا کردی. یه نفر دیگم که خداوند بهش توجه خاصی داشت، به طور تصادفی همچین اتفاقی براش افتاد. تو هم تقریبا مثل اون مردی. ولی متاسفانه بعد از نجاتت با ضربه شمشیر تو کشته میشی. نه، من با اون هیچ دشمنی ندارم. چطور میتونم اونو بکشم؟ چرا هنوز واسطدی؟ تو هیچ کاری نداری که من برات انجام بدم؟ راستشو بگم من میتونم هر کاری بخوای برات بکنم. 1 سال پیش شاید کارهای زیادی داشتم که میتونستی انجام بدی، ولی الان دیگه همه چی تموم شده. تو این دنیام کاری نیست که من بخوام انجام بدم. فقط از اسم یه نفر نفرت دارم. کی؟ ین شیسن. چون اگه اسم اون نبود من هرگز به این وضع دچار نمی شدم. اگه اجازه بدی، اگه یه روز من به ین شیسن برخوردم حتما میکشمش و انتقام تو رو میگیرم. اشتباه میکنی. اگه بتونی اونو بکشی به هیچ وجه انتقام منو نگرفتی. نه، تعجب نکن. خیلی از کارهای دنیا رو نمیشه توضیح داد و این بازی سرنوشته. شاید یه روزی وقتی به هم دیگه برسیم هر کدوممون یه شمشیر تو دستمون باشه. هی مرد، بالاخره شما کی هستین؟ یه آدم منزوی گمنام. چی؟ ین شیسن نمردی؟ بله، افراد از کنار رود موچو گزارش دادن که اونو زنده دیدن. استاد جوان در چه حاله؟ اون دیوونه یه زنجیری هنوز مثل یه سگ حاله. بعدیا فوراً ین شیسن رو پیدا کنین. برای چی فرستادی دنبال من؟ این چه سوالیه؟ حتما کار مهمی داشتم که آرامشتو به هم زدم. نکنه من چیزی بهت بده کارم؟ نه، کاملا برعکس. میخوام امانت خودتو بهت پس بدم. ببینش. خب این شمشیر توه. ما اینو از زیر آب رودخونه سبز در آوردیم. چرا؟ چون استاد برتر هنوز نمرده. کی گفته؟ میتونیم با هم پیداش کنیم. چرا باید پیداش کنیم؟ چون تو ین شیسن هستی با اون استاد برتر. از شمشیرهای شما دوتا باید یکیش باقی بمونه. این بازی سرنوشته. ولی وقتی که من رفتم دنبالش گفتن اون مرده. منم شمشیرم انداختم تو رودخانه سبز. دیگه شمشیر افسانه‌ای برام مفهومش از دست داده بود. حالا میگی اون هنوز زنده است؟ چرا اصرار داری پیداش کنم؟ شمشیرت اینو میخواد. نمیتونی شمشیر خودتو ناامید کنی.
3 بار پشت سر هم با یه روش به من حمله کردی. معنیش چیه؟ اون حرکت آخر خطرناکترین فن استاد برتر بود. خوب دقت کردی؟ 15 ماه بعد تو جنگل افرا منتظر استاد برتر باش. اون حتما میاد؟ مطمئن باش که میاد. چه خبر؟ ما از طرف ینشیسن اومدیم حمله کنیم. بجنبید. با اون چی کار داریم؟ حرف زیادی نزنید. بلش کنید. بلش کنید. ببینم از اینا خوشگل‌ترم داری؟ مگه اینا خوشگل نیستن؟ میخوای برای کی بخری؟ برای عروسم میخوام. پس میخوای زن بگیری. میگم چرا انقدر خرید کردی؟ عروس خانومت خیلی عزیز باشه. بله برام خیلی عزیزه. من هر شب فانوس دم در روشن میذارم به امید روزی که تو برگردی. شیالی؟ 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 ینشیسن داداش میاو. داداش میاو. داداش میاو. داد نزن. من فقط منتظر بودم استاد برتر برگرده تا بهش بگم ینشیسن شیالی رو کش. شیالی رو کش. رؤسای 8 شعبه وشو با شمشیراشون اینجا جمع شدن. منتظر دستور استاد برترم. شما برای تشییع جنازه آماده بشین. شما هم لباس رزم و شمشیر منو بیارین. بقیه هم هر چه سریعتر ینشیسن رو پیدا کنن. چشم استاد برتر. استاد برتر بفرمایید. من خیلی تلاش کردم که یه آدم معمولی باشم، ولی مثل اینکه تو چین آدم مشهور دیگه نمیتونه زندگی عادی داشته باشه. استاد برتر پشیمونم که چرا 1 سال نقش حاجی بی‌عرضه رو بازی کردم. لباس رزم و شمشیرها رو بیارین. خداحافظ. طبق تحقیقات کسی که استاد برتر رو از مرگ نجات داده ینشیسنه. چی؟ ینشیسن؟ برادر تو چته؟ منو که میشناسی، من خواهر بزرگتم.
خانم، با اینکه استاد جوان یه جنگجوی تر از اوله، ولی اون دیوانه شده. فکر نمی‌کنم اون بدون کیو باید بکشه. جز این راهی نیست. زیاد فکرشو نکن. چشم. شما آماده باشید. باید استاد جوانه و ببریم به جنگل افرا. ینشیسن! ینشیسن! پس تو اینجا منتظر منی ها؟ تا وقتی هر دوی ما زنده باشیم دیر یا زود باید با هم روبرو می شدیم. ولی وقتی ما با هم روبرو میشیم حتما باید یکیمون با شمشیر اون یکی کشته بشه. هر کدوم از این شمشیرها رو بگی انتخاب میکنم. هر شمشیری که من از پا در بیاره با اون شمشیر میمیرم. چرا دست به کار نمیشه؟ میخوای یه عمر اونجا وایسی؟ یه عمر؟ عجیبه. صداتون به گوشم خیلی آشنا میاد. آشنا یا غریبه هیچ ربطی نداره. اگه تو نجات دهنده منم باشی فرقی نمیکنه. امروز میکشمت. کسی که منو کنار رودخونه موشو نجات داد تو بودی ینشیسن؟ تو هم استاد برتری. گفتم که صدات به گوشم آشناست. تو چرا شیالی رو کشتی؟ کی شیالی رو کشته؟ من شیالی رو کشتم، چون فقط از این راه میشد استاد برتر رو مجبور به برداشتن شمشیرش کرد. در ضمن کاری کرد که ینشیسن حاضر بشه بیاد اینجا به استقبال مرگ. استاد برتر، مظلوم نمایی نکن، قاتلتون الان میرسه. شما تا حالا چیزی راجع به استاد جوان خانواده مورونگ جین لونگ شنیدین؟ مگه اون موقع تمرین هنرهای رسمی در اثر جنون نمرد؟ اون دیوونه شده، ولی میبینین که زنده است. چون هنرهای رزمی رو اشتباهی تمرین میکرد به راه شیطانی رفت و بالاخره هم دیوونه شد. ولی خوشبختانه برادرم اخیراً هوشیار شده. مطمئنم که شما دوتا با هم دیگه هم نمیتونین حریفش بشین. شاید شانس ما بوده که نسل جدید خانواده مورونگ بتونه بر انجمن وشو مسلط بشه. برادر، بکششون. وقتی اونا رو کشتی خانواده مورونگ ثروتمندترین و قدرتمندترین خانواده چین میشه. خانم مورونگ، به خاطر تمرین کنگفو برادر تو دیوونه کردی. حالا میخوای اونو فدای خواسته های خودت بکنی؟ حرف نزن. شما هیچ راه فراری از مرگ ندارین. برادر، بکششون. با مرگ اونا خانواده مورونگ مشهورترین خانواده چین میشه. بکششون برادر، بکششون.
فکر نمی کردم خانواده اشرافی مورون همچین کاری بکنه. مثل اینکه از استاد ده شما شنیدم افراد مشهور چین از خودشون اختیاری ندارن. حتی برای کشتن یا کشته شدن هم اختیاری ندارن. به خاطر حفظ شهرتشون هر کاری میکنن. یادت بهت گفته بودم که من از یه اسم نفرت دارم؟ تو گفتی که از ین شیسن متنفری. درسته. در واقع اگه این اسم نبود من میتونستم به راحتی از اینجا برم. اگه به خاطر این اسم نبود لازم نبود ما هم جلوی این مرده ها با هم مبارزه کنیم. چرا باید ما با هم مبارزه کنیم؟ چون تو استاد برتر هستی و من یشینسن. در چین فقط باید شمشیر یکی از ما پایدار بمونه. ین شیسن فراموش کن. من نمیخوام تو رو بکشم. یعنی نمیتونم تو رو بکشم. شهرت این دنیا مال تو. من نمیخوام. از امروز به بعد من میخوام مثل سابق نقش آجی بیورزر بازی کنم. هم یه مبارزه عادلانه میکنیم. آخه چرا از من میخوای که حتما این کارو بکنم؟ برای اینکه در طول زندگیم فقط دنبال کشف یه معما بودم. می‌خواستم بدونم قوی ترین شمشیرزن چین تویی یا من. فقط در صورت حل این معما میتونم راحت بمیرم یا راحت زندگی کنم. بسیار خوب. ولی امروز این آخرین مبارزه در طول زندگی منه. ین شیسن، اون معمایی که یه عمر دنبال حلش بودی بالاخره برات حل شد. درسته. حالا میتونم با وجدان راحت زندگی کنم یا روحم در آرامش باشه. خداحافظ.
بالاخره معمام حل شد. بهترین شمشیر زن چین تو هستی.